بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبکه جهانی ارشاد حق، استادان مهربان، از شما احترامانه خواهش میکنم که صدای من را پخش کنید. من یک نیم ساعت پیشتر در شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان دیدم که زنان حجابدار و زنان مسلمان را تحقیر میکنند و به مأمورین دستور میدهند که این حجاب اینها را از سرشان بردارند. قسم به خدا این حجاب در اسلام جایگاه خاص خود را دارد که در قرآن کریم و دستور مستقیم خداوند آن را برای زنان مؤمن وظیفه شرعی قرار داده است. در آیه خداوند در قرآن در آیه 59 سوره احزاب خداوند می‌فرماید این چنین دستور صریح و روشن دیگری نیز در سوره نور آیه 30 و 31 از سوی خداوند رحمان به این صورت آمده است. آیا شما این قرآن را انکار میکنید؟ آیا شما از این سطر چی دیدید، چی کمبودی دیدید که ما مسلمانان را نمیمونه که ما سطر کنیم؟ آیا شما میخواهید که ما مثل شما دهیوس باشیم؟ آیا شما میخواهید که ما دخترام و زنام و فرزند و مادرامون مثل شما لیچو کنیم، پیش بس هوی باشد؟ قسم به الله ما هرگز این را نمیخواهیم که این چنین شود. پس ما گفتن نماند که حجاب دستور الهی است که هر زن مسلمان برای رعایت آن مکلف شده است و طبق آیه مذکور و اجماع علمای اسلام حجاب برای هر زن مسلمان فرض است. این فرض الهی است و اطاعتش خواهیم کرد ان شاء الله ما این را اطاعت میکنیم. اگر شما هرچند که این را نخواهید، این فرض الهی را نخواهید، هرچند که شما اگر کافر شده باشید، از دین اسلام روی گردانده باشید، ما ان شاء الله رو نگرداندیم و رو نمیگردانیم ان شاء الله. حجاب یک امر و دستور الهی است، نه فرموده یگان مولا یا ایشان، و هر حکمی که از جانب خداوند رحمان آمده باشد حتما دارای حکمت است که ما میتوانیم که بعضی از اینها را مطرح کنیم. اما این حجاب این چیزی هست که این ناموس ما مسلمانان است، ناموس ما مسلمانان. ما نمیخواهیم که مثل شما و بدبختان زنان ما پیش در و کرته های تنگ و همه جاش دیار باشد. قسم به الله این را هرگز ما نمیخواهیم. این شمایی که سبب ناآرامی، سبب ویرانی خواجگی ها میشه، شما سبب ویرانی ای آیله ها میشه. یک زن اگر شما سطرش از سرش بگیرید، اون شوهر او را حتما او را بیرون از در میکند به خاطر ناموسش. ما مسلمانان ناموس داریم، مثل شما دهیوس نیستیم. از دین روی گرداندید، مرد بر شما. خداوند شما را خار کند. خداوند در روز پیغمبر میفرماید که الدیوس لا یدخل الجنه، دیوس داخل جنت نمی شود. این مأمورین شما از خدا بترسید، شما از خدا بترسید که روز قیامت در پیشگاه خدا با قدم رو با خدا و با رسولش روبرو میشید. سبحان الله، این چی کار شما کردید؟ این همه اینها را این سبب ناآرامی وطن، سبب ناآرامی ملت، سبب این همه ویرانی از زمین وابسته به این آقای رحمانوف است. آقای رحمانوف از این کار دست کش. نخواه که بازار ثابت به خاطر این مقدسات این همه مسلمانان را سخنان ناسزا گفتنش تو برای او قصر هدیه کنی. این از خدا بترسی، از این کاری که اگه تو دست بکشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.